درود بر شما. مرسی که همه اومدین برای پدر بزرگم. سپاسگزارم که تونستین امروز بفرمایین اینجا. من آنایتا هم برای اونا که منو نمیشناسن دختر مهناز مریان. پدر بزرگ من از وقتی که به دنیا اومدم تا چهارشنبه این هفته پدر بزرگم همیشه تو زندگیم بود. از وقتی که کوچیک بودم مادرم منو میبرد خونه ممه و بابام. ممم مروانو دینیاری بود با بابام. میرفتم خونهشون، خیلی وقتا میرفتم خونهشون. بعدش میرفتیم تو باغچه، آب میدادیم به درخت و به گیاها، میرفتیم زیر درخت میخوریم میوه ها رو. بعد شب با هم راه میرفتیم، هر شب راه میرفتیم. اول با ممه راه میرفتم، بعدش با بابا راه میرفتم. تو جورجیا بودیم. جورجیا خیلی هوا شرجی بود، همه جا پشه بود. من همیشه پشه میگرفتم دستم. یه بار یه پشه نیشم زد، داشتم با بابا راه میرفتم. از جیغ زدم، 7-8 سالم بیشتر نبود. جیغ زدم، بابا گفت چی شد؟ گفتم پشه منو نیش زد. دستم رو بوسید، برش گفت بیا. اونم یه پشه گرفت، اونم نیش زد. گفت جفتمون درد داریم با هم، حالا جفتمون خوبش. تو تابستون و هر تابستون رسممون بود خانواده من و خاله هامام با ممه و بابام میرفتیم شهر آلمانی تو جورجیا به نام هلن. میرفتیم اونجا هر وقتی که میتونستیم، وقتی بارون نمیومد، جورجیا خیلی بارون نمیومد، میرفتیم دم کوه، میرفتیم بغل رودخونه. مادرم شامی درست میکرد، شامی میخوردیم هممون با هم. بعدش از کوه میرفتیم بالا به 2 آبشارهای بزرگ. اونقدر بابام دوست داشت که حد نداره. هر تابستون میرفتیم. بعدش که اومدیم اینجا، اومدیم کالیفرنیا، بابام هر روز وقتی میتونست راه بره، هر روز میومد خونه ما. یه رو فاصله بود خونش. هر روز میومد، هر روز خدا میومد. بعدش من هر شب باش برمیگشتم تا خونش، باش راه میرفتم. هر شب بهم قصه تعریف میکرد، شعر میگفت. هر شب یه چیز جدید میگفت. اصلا نمیپرسم، خود به خود میگفت. گفتم اوکی. عشقشم این بود، میبردمش مکدونالدز. عاشق بستنی مکدونالدز بود که خیلی دوست داشت. آخرای عمرش حس شنیدنیش خیلی بد شده بود، نمیتونست هیچی بفهمه. ساکت بود همیشه، نمیتونست بفهمه. آخرش مادرم کاغذ لوله میکرد تو گوشش، جیغ میزد بابا. ولی که نمیفهمید، ما هم بهش جیغ میزنیم، ولی هنوز برام قصه میگفت، شعر میگفت. بعدش وقتی شنواییش خیلی بد شده بود، من و خواهرم آرینا با رویا میومدیم خونهش، موقعی با هم دعوا میکردیم، الکی دعوا میکردیم که یعنی داریم چی میگن؟ بوکس بازی. بابا عاشق این بود که کسی دعوا بکنیم، خب مینداختیم زمین، بعدش به رویا میگفت روش بشین میکردیم. خیلی دوست داشت. کشتی کرد. آره کشتی خیلی دوست داشت. این برنامه‌های کشتی رو عاشق این چیزا بود. جری اسپرینگر اونو مادر بزرگم می‌دیدن. They loved it. ولی آخر عمرش بابام خیلی شانسی داشت. چه شانسی، چند تا فرشته دور و برش بودن، دختراشون که فرشته‌اش بودن، مخصوصاً میترا و مهناز که نزدیکتر بودن خونشون. هم یکی شمسی خانم که یه فرشته‌ای بود که شبا میومد مواظبش میبود. چقدر بهش سر رسید، چقدر کمکش میکرد، با هم غذا میخورن. دستتون در نکنه. مرسی برای همه کاراتون که کردین. شما هم همتون. مریجه خانم هم مرسی مامان. مرسی برای همتون. بابای من عمر خوبی داشت، 90 سالش بود. زندگی خیلی خوبی داشت. هر کاری که میخواست کرد. دندون پزشک بود. عشقش رو عروسی کرد. 4 تا دختر خوشگل و زایی رو بزرگ کرد. اون که نزایی.
و 7 و 9 داشت. همه جای دنیا هم رفته بود. همه جا رفت که میخواست بره. زندگی خیلی خوبی داشت. هم آخرش تو خوابش رفت. چه بهتر. ایشالا هممون تو خوابمون بریم. درست میگم. ببخشید نمیخواستم خنده‌دار باشه ولی من خودم تو بیمارستان کار میکنم. خیلی آدمای ناجور میبینم که میمیرن. بابا خیلی شانس داشت. تو خونش خانواده‌اش نزدیکش بودن. شمسی خانم بالا سرش بود. دردی نداشت وقتی رفت. تو خوابش بود. همه کارشم کرد. یه روزی هممون زنده یه روزی هممون بریم. ولی خوب رفت بابام. دلم براش خیلی تنگه ولی الان با همه نیاکانمون چجوری میگن؟ با همه اون بالا دارن چای و شیرینی الان میخورن. اینو بدونید همیشه با اون هستن. همیشه بالای سرمونن. همین دیگه چیزی ندارم بگم. مرسی که گوش دادین.